به قبرستان‌ها سر بزنید. امیرم در خدمتتونم. اینجا استودیوی بیزیبی با اپیزود اول چنل خودتون همراهید. فصل اول کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رالف دوبلی. اگه اشتباه نکنم یقه منو نگیرین، تلفظش سخت بود، سرچ کردم همچین تلفظی بهم نشوند. بگذریم. این آقا، این بزرگوار، این بزرگتن، نویسنده، کارآفرین و متفکر سوئیسیه که متولد 1966 یا 65. اینا رو از حفظ دارم میگم، پس بپذیرید از من. این بزرگوار کتاب هنر شفاف اندیشیدن رو که نوشت، تمام تمرکزش بر این محوریت بوده که خطاهای انسانی رو به شما معرفی کنه و این امکان رو ما بده که بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. تصمیمات بهتر تو زمینه‌های مختلف و همینطور این کتاب واسه افرادی که میخوان کلاهبرداری کنن، میخوان کسی رو متقاعد کنن و همینطور میخوان جلوی کلاهبرداری رو بگیرن. این کتاب واقعا مؤثر. پس خوب گوش کنید. فصل اول کتاب راجع به خطای بازماندگان صحبت میکنه. خطای بازماندگان، یا به عبارتی خودش اذعان کرده که به قبرستان‌ها سر بزنید. در انتهای این اپیزود ما قراره با یک واقعیت تلخ، یک حقیقت نه چندان خوشایند رو بشیم. پس قدم به قدم با ما همراه باشی که در انتهای اپیزود قراره یک ذره به علممون اضافه بشه. امیر که شخص بنده باشم، خودم رو به عنوان مثال قرار میدم. میخواد نویسنده بشه. این امیر میره مقدمه ها رو میخونه، نوشته های نویسنده تو انتهای کتاب رو میخونه، زندگی نامه و بیوگرافی اون نویسنده رو تحقیق میکنه و خلاصه میشه به مسیر موفقیت مساوی است با مسیری که جی کی رولینگ رفته. این مسیر درست نیست. چرا؟ چون پشت سر جی کی رولینگ ها، تالکین ها، کینگ ها، پشت سرشون شما قبرستانی از هزاران هزار، چه بسا میلیون ها نویسنده شکست خورده میبینیم. خیلی هاشون کتاب هایی چه بسا خیلی بهتر از هری پاتر و لورد آف د رینگ نوشتن، چه بسا خیلی هاشون ایده‌ای فوق العاده برای نوشتن یک کتاب داشتن، خیلی ها در شروع نوشتن یک کتاب تاریخی بودن و خیلی ها در آرزوی نوشتن یک کتاب تاریخی بودن. چه بسا خیلی هاشون با استعدادتر، قوی‌تر و بهتر و خوش سلیقه‌تر از این نویسنده های موفق امروزی بودن، اما همشون مردند و هیچ اثری ازشون نیست و هیچ مصاحبه و یا بیوگرافی و هیچ اطلاعاتی هم ازشون نیست که بخوایم راجبشون چیزی بدونیم. پس اینجا چه اتفاقی افتاده؟ جامعه هدف شما خلاصه شده به انسان‌های موفق. این اولین درس کتاب هنر شفاف اندیشیدن. بیایم با چند تا مثال قضیه رو روشن‌تر کنیم. مثال اول، تو جنگ جهانی دوم امریکا تصمیم گرفته بود که هواپیماهاش رو مستحکم‌تر کنه بابت اینکه تلفات کمتری بده. هواپیماهایی که به صورت زخمی و اسقاطی برگشته شده بودن به امریکا رو چند ریاضیدان استخدام میکنن. این هواپیماها رو مورد بررسی قرار میدن، به رویه‌های مختلفی، بخش‌هایی که فکر می‌کردن که باید مستحکم‌تر کنن، بخش‌هایی که خراب شده بودن، تیر بهشون خورده بود، منفجر شده بودن، رو مستحکم‌تر میکنن و دوباره هواپیماها وارد جنگ میشدن. تی هواپیماهای بعدی که دوباره باز میگشتن میدن که هیچ اتفاقی نیفتاده. آمار هنوزم که هنوزه اون آمار گذشته رو داره نشون میده. پس اشتباه کار از کجاست؟ این اشتباه رو مدام تکرار میکردن تا اینکه یک ریاضیدان بزرگ در اون زمان، اگه اشتباه نکنم به اسم ابراهام والد، میاد این موضوع رو مورد بررسی قرار میده که ما اشتباه کردیم. جامعه هدفی که ما مورد بررسی قرار دادیم در هواپیماهای امریکا جامعه هدف پیروز بودن. هواپیماهایی که تونستن برگردن به امریکا موفق بودن. هواپیماهای شکست خورده هواپیماهایی بودن که برنگشتن. هواپیماهای پیروز مورد بررسی قرار نباید بگیرن. هدف ما برای درس گرفتن و بهتر شدن هواپیماهای از بین رفته بودن. پس ابراهام والد این توصیه رو کرد که ما بیایم اون قسمت‌هایی از هواپیماها که تیر نخوردند رو مستحکم تر کنیم که این کاملا ثمر بخش بود. مثال دوم رو بخوام براتون بگم. خیلی ها توی جامعه ما تو ایران و چه بسا تو کل دنیا ترک تحصیل انسان‌های مثل بیل گیتس، مثل ایلان ماسک، انسان‌های بزرگی هستند، مورد بررسی قرار میدن و چه بسا از اینکه روزگاری ترک تحصیل کردن و الان دوره دانشجوییشونه و ترک تحصیل دارن میکنن، خودشون رو با این افراد مقایسه میکنن. در صورتی که اگه ما دقیق‌تر نگاه کنیم، بیایم آمار افرادی که ترک تحصیل کردن رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که خیلیاشون هوملس شدن، خیلیاشون بی خانومانن، خیلیاشون ورشکست شدن، خیلیاشون فقیر شدن و این آمار خیلی بیشتر از دو مورد مثال ایلان ماسک و بیل گیتس و غیره. خیلی از انسان‌های موفق شاید این کارو کرده باشن، ولی جامعه هدف شما در مقابل اینها خیلی بزرگتره. بیایم یه کاری بکنیم، بیایم خودمون رو اینقدر خاص متصور نشیم. یه مثال خوبی که مهندس فلاح میزد همیشه، میگفت که همه فکر میکنن اگه زامبی لند بشه و
دنیا رو زامبیا بگیره، انسان‌هایی که باقی میمونن ما هستیم. یعنی هر انسانی متصور این هست که اگر دنیا رو پر زامبی بگیره ما بازمانده ها هستیم و بیایم جزء بازمانده ها چیکار کنیم که زنده بمونیم. ذهن ما خودخواست پنداره، باخت نمیدیم، ما همیشه خواستیم. اگه خرس به ما حمله کنه ما میتونیم بکشیمش. بیایم دست از خواست پنداری برداریم. افرادی مثل ایلان ماسک و بیل گیتس تو جایگاه خودشون با شرایط زندگی خودشون تونستن به اون نقطه برسن. بریم با سراغ مثال سوم. مثال سوم رو کوتاه عرض میکنم. توی قرن 19 هم بوده، سیستم کشتیرانی اروپا بوده و این خطایی که راجع به هواپیماها اتفاق افتاده برای کشتی ها اتفاق افتاد. استحکام سازی روی کشتی رو به صورت غلط انجام گرفت و اون موقع اصلا درس هم نگرفتن که بخوان اون قضیه رو اصلاح کنن و تا ابد به اشتباهشون ادامه دادن و هزینه‌های هنگفتی بر دست سیستم کشتیرانی و این داستانا خورد و این خطا رو ادامه دادن. حالا شاید واسهتون این سوال پیش بیاد که اوکی این خطاهایی بوده، ما الان خیلی میدونیم، ما الان خیلی اطلاعات داریم، ما گول نمیخوریم، ما خودمون رو خاص نمیپنداریم، ما آدم‌های روشنفکر و واقع بینی هستیم. شاید این تصور رو بکنید، ولی در روزمرگیمون نگاه کنیم. تو سوشال مدیا شما به چه افرادی گوش میدین؟ ویلای 42 میلیاردیم رو خریدم و ماشین 6 میلیاردیم رو داخل ویلا پارک کردم. داشتم به این فکر میکردم که منی که تریدر هستم میتونم با سود معاملاتم چنین زندگی داشته باشم. اینا رو نگفتم که بهت پوز بدم. کلمه پکیج رو برام توی کامنت ها بنویس. 30 میلیارد پول ماشینمه، ماهی 6.5 میلیارد هزینه زندگیمه، ماهی 2.5 میلیارد فقط پول اجاره خونمه. بعد یارو از ترمز آباد نشسته تو خونه، یه دونه مغازه تو عمرش مدیریت نکرده، داره دوره مدیریت کسب و کار میفروشه. باید از آدمی که دستاورد داره یاد بگیری، نه از آدمی که تازه داره از پکش فروختن پولدار میشه. کلمه سرچ رو کامنت کن تا بهت بگم چیکار. پول ساعت تو دستمه، هیچ اهمیتی نداره. بالای 200,000 دلار پول ماشینامه، هیچ اهمیتی نداره. خونه تو دبی دارم، اصلا اهمیت نداره. به نظرم اینا هیچ کدومش معیار ثروتمند بودن یا پولدار بودن نیست. پولدار بودن واقعی وقتیه که تو ببینی چقدر تونستی رو مردم تاثیر بذاری. من راجع به اصل این موضوع کاری ندارم که اینها رویا فروشن و یا دوره فروشن و این مباحث. من تو حوزه‌های ترید و این مسائل اصلا تجربه ندارم، ولی این ادعا که من انسان موفقیم و توی که انسان موفقی نیستی برای موفق شدن باید به حرف من گوش بدی اصلا درست نیست. چرا اصلا درست نیست؟ شما باید از بازنده ها یاد بگیرین، شما باید از شکست خورده ها یاد بگیرین. درس کلی ما همینه. شکست خورده ها بزرگترین درس ها رو میتونن بهتون بدن. حالا سوال آخر، آیا گوش دادن به حرف آدم های موفق کار اشتباهی هست یا خیر؟ گوش دادن به انسان های موفق مطلقاً درست نیست، ولی نسبتاً درست. به چگونه؟ شما قرار نیست حتی از انسان های شکست خورده درس موفقیت بگیرین یا درس زندگی بگیرین. شما قراره شما که میگم منظورم خودم هم هستم و منظور کل این کامیونیتی که با هم هستیم. همه ما باید به صحبت در درجه اول به صحبت انسان‌های شکست خورده، به صحبت انسان‌های موفق، به همگی گوش بدیم. آپشن‌ها، گزینه‌ها رو جلوی خودمون ببینیم و به انتخاب خودمون یک مسیری رو برای آینده و موفقیتمون متصور شیم. مسیر موفقیت تک تک ما کاملا شخصیه و هیچ شباهتی با مسیر موفقیت یک نفر دیگه نداره. و حالا واقعیت انتهای داستان ما، یک واقعیت تلخ اما باید بپذیریم. خیلی های ما برای رویاهای بزرگ، برای اهداف بزرگمون شبانه روز در حال تلاشیم. خیلی هامون هم با توجه به وضعیت مملکتمون ناامید شدیم. این حرف من مستقیم خطاب به افرادیه که مصر به رسیدن موفقیتن. بیایم با یک واقعیت روبرو شیم. خود من هم در آرزوی رسیدن به یک موفقیت بزرگم، اما یک واقعیت رو پذیرفتم. احتمال رسیدن موفقیت آدم‌ها در درجات بالا نزدیک 0%. به خیلی عوامل بستگی داره و همه آنچه را که شما فکر می‌کنید خودتون میتونید به دست بیارید دست خودتون نیست. بگیره موفقیت هاجی هممون بشیم اینقدر طلا هر روز تلاش کنیم. شانس موفقیت واقعا نزدیک 0%. اینو کاملا دلی دارم میگم. ببین این باز تحقیق شده دنیاست. خب این ایران رو حساب نکرده. شما از یه سری موانع باید بگذارید. شما از منفی 0 شروع میکنید. احتمال موفقیت میگیم نزدیک 0% دیگه. خب احتمال بدبخت شدنت اینقدر زیاده. خب آره میخوره، منفی میخوره. تو احتمال اینکه بدبخت بشی مثلا 101%. احتمال ورشکستگی هر لحظه در کمینه. خلاصه که احتمال موفقیت نزدیک 0%. این واقعیت رو بپذیریم و با توجه به پذیرفتن این واقعیت ما میتونیم واقع گرا باشیم و تصمیمات درستی واسه بیزنسمون، واسه زندگیمون، واسه دانشگاهمون، واسه هر زمینه و فعالیتی که در روزمره و در آیندهمون میخوایم متصور بشیم میتونیم واقع گرا باشیم و تصمیم درست رو بگیریم. این از اپیزود اول
بیزیبی. امیدوارم این درسی که با هم یاد گرفتیم، خطای انسانی، خطای بازماندگان، یا به عبارتی به قبرستان ها سر بزنید، مفید بوده باشه براتون، لذت برده باشین و تا هفته آینده میبینمتون. اینجا بیزیبی شو ده بیزیبی شو ده بیزیبی بیزیبی شو بیزیبی شو ده بیزیبی شو ده بیزیبی بیزیبی شو هی هی. اوکی.